اکنون خیالم از جانبه اینجا چه خبر است؟ پدر دستبرد زدن. دستبرد؟ صندوقچه احادیث، خدا رحم کن. صندوقچه احادیث. پدر صندوقچه احادیث خالی است. نگران نباش دخترم، آنها را اینجا پنهان کرده بودم. خدای را شکر که خود از آنها نگهداری کرد. خدا را شکر. سلام. میدانم که از آمدن من ناخشنودید، اما نمیخواید بدانید که به سراغ شما آمد. سلام. چه کسی به سراغ ما آمده بود؟ اول بهایش را بپردازید. نامش چه بود؟ بهایش را بپردازید. زود باش. صورتش را پوشانده بود، اما من او را شناختم. شناختی؟ نامش چه بود؟ نامش را نمیدانم، ولی میدانم که در بازار دکانی دارد و به شغل بزازی مشغول است. خدا لعنتش کن. برادر جان، مغازه عامر پارچه فروش کدام است؟ همان حجره روبرو. سلام علیکم. سلام علیکم. عامر شمایید؟ بفرمایید. نامه ای از طرف حاکم بصره برایتان آوردم. حاکم بصره؟ امری ندارید؟ خداحافظ عامر. از حاکم بصره هم عقلی در کله‌اش پیدا میشه. حدس میزدم که این بان بصری بی دلیل به کوفه نیامده باشه. باید پاداش خوبی در انتظار ما باشه. به به. السلام علیکم. و علیکم. بفرمایید. خدای را شکر که پس از چند روز سرانجام دیدگانمون به دیدارتان روشن شد. شکر خداوند در همه حال واجب است عامر، چه مرا ببینی و چه نبینی. حتما امر مهمتری پیش آمده که از خیر صرافی و درآمد هنگفتان گذشته. میخواهی بدانی؟ مشتاقم. پس بهتر است بیش از قبل گوشهایت را تیز کنی و مشامت را قوی تر. در این صورت میتوانی بدون سؤال از دیگران از راز آنها سر در بیاوری. فهمیدی؟
اگر یک روز تو را به دام نیندازم از سگ کمترم. مؤمن دام. تا شما این وسایل را آماده میکنید من هم به بازار میروم و سری به مؤمن میزنم. خطرناک است. من هم همراه تو میایم. یا الله، صدای جابر است. اجازه ورود دارم؟ بفرما تو حکیم. سلام علیکم. خوش آمدی جابر. بفرما بفرما. سلام علیکم. عزم سفر دارید؟ آری، به محض آنکه ردی از زراره بیابم کوفه را ترک خواهیم کرد. تو نیز همراه ما خواهی آمد؟ آری، خواهم آمد. ضمن اینکه به همراهی دیگر نیاز داریم تا در مواقع خطر به یاریمان بیاید. از که سخن میگویی؟ از کسی که از بصره تا کوفه به خاطر شما راه پیموده. منظورم زبیر است. زبیر نه. ما را به کمک کسی چون زبیر احتیاجی نیست. اما این زبیر با آن که در بصره بود فرق دارد. او اکنون از دوستان ماست و مرامش با گذشته تفاوت کرده. نه، هر چه باشد راهزنی بدنام است. نمیتوانم همراهی او را بپذیرم. نه، اگر چنین است از سر شیفتگی و شیدایی بوده که هنوزم چنین است. او در بصره به خاطر شما به زندان انداخته شد و پس از گریختن به همین دلیل راهی کوفه شد. جوانی پر جرأت و قوی پنجه است که از همراهی او با شما زیانی نصیبتان نخواهد شد. چنان زیرک است که فریب دشمنان را نمیخورد و چنان دانا که در بیابان راه از بیراه میشناسد. درست است، راه به خطا رفته و ایامی را به راهزنی مشغول بوده، اما از ناجوانمردی دشمنان ما در وجود او چیزی نیست. در زیرکیش تردیدی نیست، اما ترس من از آن است که به جای یاوری خود معضلی جدید باشد و مجبور باشم شبانه روز نگهبان اموال و آبرویم از شر او باشم. کافیست به او اعتماد کنید. اگر طعم دوستی را بچشد جانش را در سر مراقبت از شما خواهد گذاشت. از او واهمه‌ای نداشته باشید. اکنون کجاست؟ همراه من آمده. اگر رخصت دهید حضورتان خواهد آمد. اگر قرار است همراهی من کند باید خود را به ما نشان دهد. زبیر، داخل بیا. سلام. پس آن جوان بصری که به جاسوسی آمده باید او باشد. حال که در این سفر با ما همراه شدی بهتر است تا شیوه زندگیت رو تغییر دهی. شیوهی که قبل از هر چیز رضای خداوند در آن باشد و بعد از آن رضای خلق خدا. عنوان مرد خدا ترس و مردم دوستی است، با ایمان است و پرهیزگار. او اکنون به تو حساس شده و رفتار تو را زیر نظر دارد. بهتر است تا رضایتش رو جلب کنی. من کلاس درس دیگری دارم که باید در آن شرکت کنم. تو هم اگر بخوایی میتوانی با من بیایی. نه، مرا از کلاس درست معاف کن. حرفای بزرگ شما در کله کوچک من نمی گنجد. میخواهم گشتی در بازار بزنم. هرچه کمتر در این شهر دیده شوی بهتر است. میدانم. کار واجبی دارم. میخواهم چیزی برای زلفا بخرم. میدانی که. باشه. فقط مواظب باش ماموران روزگار خوشت را تباه نکنند.
جابر، من میخواهم حقیقتی را به تو بگویم. این کوچه ها محل مناسبی برای گفتن حقیقت نیست. باشد برای وقتی بهتر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. حکایت این کتاب حکایت شیرینی است. در ایامی که در مدینه در حضور مولایم جعفر ابن محمد بودم و از وجود ایشان بهره‌مند می شدم، روزی در مسجد پیامبر با طبیعتگرای معروف ابن ابوالعوجا برخورد کردم که یاوه می گفت که جهان هستی را آفریننده ای نیست، همه چیز خود به خود به وجود آمده. من که می ترسیدم نتوانم جواب شایسته‌ای به او بدهم، به حضور مولایمان شتافتم در حالی که بسیار اندوهگین بودم. ایشان اندوه مرا دریافتند، به من فرمودند مفضل اندوهگین مباش، برایت از چگونگی حکمت پروردگار در آفرینش هستی، چگونگی به وجود آمدن پرندگان و چرندگان و حیوانات و کلیه جانداران اون چنون سخن خواهم گفت که مایه عبرت گیرندگان و باعث افزوده شدن دانش مؤمنان شود و ملحدان و کافران حیران بمانند. این کتاب حاصل همون فرموده هاست. به راستی هر آنچه در مورد حقیقت هستی و خداشناسی لازم است گفته شود در این کتاب آمده است. امیدوارم که خداوند توفیق نشر این علوم را به من بدهد. خب جابر، تو چه میکنی؟ چه کرده ای؟ من نیز همچون شما مشغول آماده کردن کتابی هستم که مطالبش را سالها پیش امام در اختیارم قرار داده بود. آری جابر، آری. بیاد دارم در ایامی که در مدینه بودی و امام از تو میخواست که هر روز به دیدارشان بروی و در مورد علوم مختلف با تو سخن میگفت. امام همواره میفرمودند که جابر چه از کسانی است که میتواند در علوم طبیعت جستجو کند و به رموز هستی پی ببرد و در آشکار کردن حقیقت هستی و اثبات آن برای ملحدان و کافران گام‌های بزرگی بردارد. این لطف امام است که شامل حال من شده. کاش دوباره اون روزگار تکرار شود تا فرصتی به دست آید و در محضر ایشان بتوانم قفل از سوالات بیشمارم بردارم. دعا میکنم جابر که همواره در کارهایت مثل گذشته توفیق داشته باشی. آهای غریبه، آنچه که تو به دنبالش هستی فقط در مغازه من میتوانی پیدا کنی. تو از کجا میدانی من چه میخوام؟ از آنجایی که نامت زبیر است، از بصره به اینجا آمده ای، آن هم به دنبال کالایی گرانبها. باز هم بگویم اگر پیش من بیایی شاید معامله من بشود. من جنس‌های بهتری دارم که به کارت می آید. بیا. نباید به او اعتماد میکردیم. هرچه باشد سالها او به راهزنی پرداخته و از ارتکاب به هیچ عملی نمی هراسد. در شگفتم چگونه دانشمندی چون جابر به او اعتماد کرده. به راستی چگونه ممکن است؟
یا جابر زیرکی خویش را فراموش کرده و به او اعتماد کرده، یا اینکه منظورت چیست؟ یعنی تو هم میگویی این جوان راه درست در پیش گرفته؟ نمیدانم. آنچه از گذشته‌اش میدانم با آنچه حکیم از حال او میگوید در تضاد است. نمیخواهم اعتمادم نسبت به جابر مخدوش شود، اما اگر این پسرک زبیر دست به خیانتی بزند، حتما جابر به این اندیشیده است. نمیدانم. راه دیگری نیز هست. چه راهی؟ گمان میکنم همراهی او را بپذیری و در اولین فرصت آزمایشش کنی. همه واهمه من از همان همراهی اول اوست. این جوان در بصره هم به راهزنی شهره بوده، هم به هم نوایی با حاکم بصره. اگر در این سفر قصد مشارکت با حاکم را کرده باشد و مقصدمان را به او گزارش دهد، مشکلمان دوچندان می شود دخترم. اگر چنین باشد میبایست تا به حال ماموران حکومت به سراغمان می آمدند. نمیدونم. شاید هم حق با جابر باشد و این زبیر آن زبیری نباشد که در بصره. به هر حال من اکنون باید به نزد مؤمن بروم. هرچه زودتر زراره را بیابم بهتر است. من هم با شما میآیم. لازم نیست. از وقتی هشام دوستتان را گرفتند هر لحظه انتظار خطر می رود. اگر بیایم خیالم راحت تر است. باشد، برویم. بازار همیشه برای زنان جذابیت داشته. برم. پدر. در ابتدا 2 پیمانه آهک زنده را با 1 پیمانه گوگرد زرد ترکیب می‌کنیم. 4 برابر به آن آب اضافه می‌کنیم. آن را پخته صبر می‌کنیم تا سرخ شود. سپس آن را صاف کرده به مایع صاف شده آنقدر آب اضافه می‌کنیم تا سرخیش از بین برود. بعد از آن تمام آبها را روی هم ریخته آنقدر می‌جوشانیم تا حجمش نصف گردد. از این طریق ما آب گوگرد به دست می‌آوریم. حکیم، آیا نتایج کار و تحقیقاتتان در مورد تبدیل فلزات به یکدیگر به سرانجام رسیده است؟ در این روزگار خانه به دوشی کمتر فرصت پیدا می‌کنم تا تحقیقاتم را به پایان برسانم. اما در مورد جیوه و گوگرد مطالعاتی انجام دادم. مبنای کار در این زمینه همان 4 کیفیت ارسطویی است. خوب است بدانید که برای تمامی فلزات 1 جفت کیفیت ظاهری و 1 جفت کیفیت باطنی قائل هستند. به طور مثال در مورد طلا 1 جفت کیفیت ظاهری آن گرما و رطوبت است و جفت کیفیت باطنی آن سرما و خشکی. اما در مورد نقره برعکس است. یعنی 1 جفت کیفیت ظاهری نقره سرما و خشکی و جفت کیفیت باطنی آن گرما و رطوبت است. حال اگر بخواهید نقره را به طلا تبدیل کنید، بایستی جفت کیفیت باطنی طلا در نقره آشکار شود و برای این کار شما احتیاج دارید از ماده‌ای به نام اکسیر استفاده کنید که البته تا به حال کسی به این مهم دست پیدا نکرده. اگر این گونه باشد که شما می‌فرمایید و شخصی به این مهم دست پیدا کند، بیشک او از اعیان جهان خواهد بود. آن کس که در مسیر علم گام می‌گذارد باید تمام فکر و ذکرش خدمت به خلق خدا باشد. کیمیای علم در این است که می‌تواند منشأ تحول در زندگی بشر باشد. اما در مورد تبدیل فلزات به یکدیگر، آنچه برای من مهم است رسیدن به آن نقطه است که میتوان مواد را به یکدیگر تبدیل کرد. اگر ما بتوانیم کیفیت سرما و گرما، کیفیت رطوبت و خشکی را از اجسام جدا کنیم، به آن ذره بسیطی میرسیم که منشأ تولید تمامی مواد است. در تمامی مواد این ذره بسیط ثابت است. تنها کیفیت ظاهری و باطنی مواد متغیر است. اگر بتوانیم کیفیت‌ها را با ترکیب‌های دیگر و با نسبت‌های نو دوباره ترکیب کرد، شاید بتوان موادی به دست آورد با خصوصیت‌های جدید. دست پیدا کردن به این نسبت‌های مختلف در جهت ترکیب این 4 کیفیت مواد
مقوله است که مدت‌ها ذهن مرا به خود مشغول کرد. سلام برادر. سلام بر عنوان بصری. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید دخترم. بفرمایید. این چه وضع کسب و کار است؟ کجایی تو من؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ بفرمایید. میدانی چند روز است به دنبال تو میگردم؟ راه گم کرده ای؟ به عنوان بصری. خوشا به حالت محمد. با آمدن عنوان کسب و کارت رونق خواهد گرفت. درهم و دینارهایش را صرف کن، عیشت فراهم می شود. فراهم بودن عیش من چه نفعی به حال تو دارد؟ نفعش در این است که من نیز با تو معامله خواهم کرد. با من؟ آری، مگر نه اینکه عقیده به رجعت داری و میگویی مردمان در آخر الزمان بار دیگر ظاهر میشوند. خب چند دینار به من قرض بده، من آن روز به تو باز میگردانم. باشد، اما اول تو به من تضمین بده که در آخر زمان به شکل انسان ظاهر میشه. اگر اون روز بوزینه‌ای بودی، من چگونه میتوانم دینارهایم را از تو باز ستانم؟ آفرین بر تو. به راستی که سخن صادق آل محمد درباره تو درست است که فرمود در گفتگو چون باز شکاری هستی. رفتم داخل مغازه مومن. من نباید اینجا می آمدم. اگر مرا ببینن تمام رشته هایم پنبه می شوند. پس چرا دست میکنی نادان؟ اگر من جای تو بودم و میتوانستم آنقدر به آنها نزدیک شوم، اما روز اول جابر را کدبسته تحویل حاکم بصره داده بودم. نمی شود، شرایطش جور نبود. چه شرایطی؟ میخواهی آنقدر صبر کنی تا حاکم بصره حوصله‌اش سر برود؟ پدر و برادرانت را به دم تیغ بسپارد. به خدا اگر چنین شود سرت را جلوی پای حاکم میاندازم. نترس، من و تو هر دو از یک قماشیم. حرف هم را خوب میفهمیم. تا من پیک برای حاکم بصره نفرستم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ولی خب نباید دیر شود. هرچه زودتر کار جابر را بساز. نمی شود، نمیتوانم. همینجا بمان، من بروم سر گوش دیگری آب بدهم و برگردم. چندی پیش شنیدم فرستادگانی از دربار روم به دنبال جابر ابن عیان تا خراسان رفته بودند که او را بیابند و به دیار خودشان ببرند و از علومش استفاده کنند. اما حاکمان ما چه میکنند؟ او را از شهری به شهر دیگر آواره و از سیاهچالی به سیاهچال دیگر. انشالله این دوران به زودی سپری شود. انشالله. خب بگو ببینم عنوان، برای چه به کوفه آمدید؟ راستش بصره دیگر جای امنی برای ما نبود. باید هجرت میکردیم. از طرف دیگر باید زراره را ببینم. میخواهم احادیث مکتوبی را که نزد خویش دارم برای کتابت به او بسپارم. احسنت. لازم است احادیث به دست زراره برسد. این وظیفه است که مولایمون بر عهده زراره نهاده و همه باید او را یاری کنند. اما باید مراقب عاملان آشکار و نهان خلیفه باشید. اگر آنها بدانند که شما در پی زراره اید شما را رها نمی‌کنند. حاکم قصد جان زراره کرده. حکم قتلش را شخص خلیفه صادر کرده است. برای همین است که مخفیگاه زراره را از همه پوشیده داشتم. مردمان کوفه هم که میشناسید. برخیشان وقتی رنگ یک سکه طلا ببینند وجود خالق خویش را هم منکر میشوند تا چه رسد به افشای مخفیگاه زراره.
حتم دارم خبرهای خوب بین آنها رد و بدل شده. چه خبرهایی؟ شما در کاروانسرا بمانید، من به سراغتون بیایم. بسیار خوب، پس منتظرتون هستم. حتما. اینها دیگر چیست؟ مواد نسوز. این مواد مانع از پوسیدگی و سوختن این کاغذ ها می شود. امکان ندارد. می توانی امتحان کنی، البته بعد از اینکه آماده شد. به چه کار می آید؟ برای این است که احادیث و روایات مولایم جعفر ابن محمد بر این کاغذ ها نوشته شود و با پایداری به دست آیندگان برسد. خب چه می شود؟ این احادیث اسناد سعادت بشر است در دنیا و آخرت. باید بماند تا آیندگان بخوانند و چراغ راه خویش قرار دهند و به نسل‌های بعد برسانند. و همین کاغذ پاره ها؟ آری، باید این کاغذها را آماده کنم و به دست کسانی برسانم که وظیفه کتابت احادیث را دارند. بیش از اینکه این کاغذ ها برایم عجیب باشد، حرفایت درباره این احادیث برایم عجیب است. میخواهی برایت بخوانم؟ بدبختی من ریشه در جایی دارد که با خواندن این احادیث برطرف نمی شود. راستی امروز گفتی میخواهی مطلبی را برایم آشکار کنی. من؟ نه، چیز مهمی نبود. یعنی اگر نمیخواهی بگویی اجباری در گفتنش نداری. میدانی حقیقت این است که دیگر از این دربدری خسته شدم. میخواهم زودتر به مال و منالی برسم و زندگی تشکیل دهم و خانواده‌ام که در فقر و بدبختی به سر میبرند به نان و نوایی برسانم. ایمان دارم که در پایان این سفر به چیزی خیلی بزرگتر از اینها خواهی رسید. دیگر از این موش و گربه بازی هست.